Sansal Cümleton, Sansal Beyşan. Ahmet
Касымжон Ахмадович Касымов, председатель всех городов и районов, депутаты Маджлиса Оли.
Дорогие любители футбола, на сегодняшней игре высокие гости. Первый заместитель полтива города Ташкента Сайдулаев Залхамед Лотфулаевич. Секретарь президиума футбола Узбекистана Закир Курбанов и член исполкома президент Федерации футбола Узбекистана Хакназаров. Мы приветствуем гостей.
Şimdi buradan da yanlış çıkıyor. Nöye kal nöye. Nöye gire kal nöye gire. Roman надо учить.
Şericopo, Joey Şerif Zoyfa, Arbroma, İnon Kılıncıoğlu. Kılıçhan, Çorda. Şerif Zoy. İki, Çorda, İnon. Rahmetli gazeteyi kucağından bozuları biraz konuşuyoruz. Bakın Şerif Zoy kitap tarafı yaştan baramadıklar. Babacım tahti rakımı Çorda'dan İnonca Do'ston aziz az 21 sentyabr sarkarda برای گرفتن جام سیال بین دسته‌های محله‌ها و شرکت‌ها مسابقه فوتبالبازان برای گرفتن مکافات
خاطروی جنرال مایور تیمورجان رحیم‌باyev گزارده می‌شود. طلبنامه‌ها در ورزشگاه اسپارتاک قبول کرده می‌شوند. دقت، اینجا ورزشگاه سپارتاک شهر خوجند. السلام علیکم مخلصان عزیز، دوستداران بازی فوتبال. گزارش نخستینمان را از ورزشگاه سپارتاک از واخوری بین‌الخلقی فوتبالبازان خوجندی به دقت شما پیشکش میکنیم. امروز در واخوری نخستین بین‌الخلقی رسمی بین دسته‌های دارندگان جام دولت‌های آسیا، فوتبالبازان دسته خوجند و پختکار شهر قوا آزمایی دارند. من لحظه چند قسم دوم بازی آغاز گردید. قسم اول بازی با حساب 0-0 مساوی انجام یافت. مخلصان عزیز، برای بهتر انیق نمودن فوتبالبازان به شما معلوم میکنیم که با فرم‌های سرخ فوتبالبازان دسته خوجند هنرنمایی میکنند. با فرم‌های سفید رخرخ مهمانان فوتبالبازان دسته پختکار شهر تاشکند. من حالا صاحبان میدان حقوق پیدا بودند که به سوی میدان حریفانشان توپ جریمه بزنند. این کار را محافظ طالب عثمانوف به جا آورد، ولی محافظتگران مهمانان توپ را زده به نیمه میدان بردند و همان هجوم خود را دوام میدهند. با توپ بازیگر دسته پختکار اندرسون بود، ولی کنجی اشاره می کند که اندرسون در حالت غیر بازی بوده است. دوستان عزیز، واخوری امروزه از آغاز من تا دقیقه اول قسم دوم خیلی هم شوق‌آور گذشت. فوتبالبازان دسته خوجند در این واخوری مهارت بلند و تکنیک مکمل خود را نشان داده نسبت حریفان پرقوت و نامدارشان بازی خوب نشان میدهند. مامور بیگنظرف، انیخترش انور نارقولوف دورتر از خط میدانچی جرموی قاعده بازی را ویران نمود و حالا مهمانان حقوق پیدا نمودند که به سوی دروازه خوجندیان توپ جریمه بزنند. این کار را بازیگری آنها الکساندر خواستونوف به جا می آورد. ضربه روشن از نزد میدانچی جرموی توپ را زده با سرش از میدان بیرون نمود و حالا مهمانان حقوق دادند که از سمت راست میدان به سوی دروازه صاحبان میدان توپ برجی زنند. ضربه من پس از ضربه اندرسون توپ از میدان بیرون شد، ولی داور اشاره میکند که به توپ فوتبالبازان خوجندی هم رسیدن و از این رو از سمت چپی میدان توپ برجی میزنند. آتابک پیرماتوف نسیم براتوف توپ را زده از میدانچه جرموی دور میکند. با توپ انور نارقولوف به نیمه میدانی حریف میکند. افسوس جان کریم جانوف توپ به پهلو چوبی دروازه برخورد. قفا میگرد. بازان خوجندی به این توپی 100% رسیده نمیتواند. امکانیت 100% بازی کردن لحظه خیلی شدنی حساب بود، ولی افسوس که بازان ازبک کپیتان دسته فخرالدین شریفوف از توپی بزند.
توپ اینامجان با فخردین شریپوف با شریپوف ضربه میزنه. سیاستگران مهمانان توپ را زده از میدانچه دور میکنند. توپ را غالب با میدانچه هوا داد ولی نسبت دروازه گالوف احسان یلداشف دغلانه بازی کرد و از این رو مهمانان توپی جریمه‌ای زدند. توپ در نیمه میدان مهمانان آتابک پیرماتوف توپ بختیار خنبرعلیف هوا میدهد. اندرسون برای سزاوار شدن به توپ مبارزه می‌برد. سزاواری توپ میشود و یکی را فری میدهد. توپ را به میدانچه جریمه‌ای محافظتگران با توپ را زده برمیگردانند. هجوم مهمانان همانا دوام دارد. با توپ بازیگری مهمانان نیکولای شیرشوف ضربه سخت ولی دروازه‌بان نسیم براتوف موقع قلعه را اشغال نموده توپ را داشته میگیرد و همکمنداش را به هجوم دعوت میکند ولی افسوس که توپ به حملهگران خوجندی نمیرسد. هجوم مهمانان صابر خودیچف صابر در این چند لحظه به توپ نائل گردید و من باز صاحبان میدان به خطاگی ها عادی راه میدهند و در وضعیت های عادی توپ را به حریفانشان میدهند. افسوس میخوریم که فوتبالبازان خوجندی از امکانات 100% استفاده کرده نتوانستند. توپ از میدان بیرون شد و حالا مهمانان توپ را با دستشان به باز می‌دارند. این کار را مراد علیف محافظتگری دسته پختکار به جا آورد. من حالا روشن مرافیف نسبت اندرسون دغلانه بازی کرد و داوری واخوری امروزه علابیردی سپایف از جمهوری ترکمنستان به سوی میدانچه جرموی خوجند توپی جرموی تعیین می‌کند. ضربه با توپ اندرسون صابر خودیچف باز روشن مرافی توپ را زده با سرش از میدانچه جرموی دور می‌کند. همانا هجوم مهمانان دوام دارد. فخردین شریپوف من حالا فخردین شریپوف توپ را به حریف زد و توپ به حریف برخورده از میدان بیرون شد و نسیم براتوف از نزد میدانچه جرمویش توپ را به باز می‌دارد. دقیقه های اولی بازی قسم اول با حمله های اهلانه خوجندیان آغاز گردید. آنها در مدت 5-10 دقیقه خیلی هم اهلانه هجوم کردند. من انور نورقولوف برای به میدانچه جرموی در آمدن مبارزه برد ولی مهمانان توپ را زده از میدان بیرون کردند و خود انور نورقولوف از سمت چپ میدان توپی برجی میزند. ضربه انور را ببینیم که با چی انجام می‌یابد. افسوس که احسان یلداشی به توپ رسیده نتوانست. من طالب عثمانوف توپ را شوکت ابراهیموف بلکه شهرت عمروف به سوی میدان هوا داد ولی کسی از فوتبالبازان خوجندی به توپ رسیده نتوانست. با توپ روشن مرافیف در نیمه میدان خود یکی را فری میدهد ولی از دویمی گذشته نمیتواند. در نوبت خود فخردین روشن مرافیف قایدی بازی را ویران کرد. باید گفت که در قسم اول بازی روشن مرافیف از طرف داور علابیردی سپایف آگاهانیده شد. مهمانان توپ را به باز درآوردند. با توپ نیکولای شیرشوف
دورتر از میدانچه جرموی همگی 17-18 صاحبان میدان قاعده بازی را ویران کردند و حالا مهمانان حقوق پیدا نمودند که به سوی دروازه خوجندیان توپ جرموی زنند. این خیلی هم خطرناک است. همگی 17-18 متر دورتر از میدانچه جرموی. برای زدن توپ جرموی بازیگر رقم هفتم مهمانان الکساندر خواستونوف عضو دسته یکچین جمهوری ازبکستان تیاری می‌بیند. ضربه ولی خوشبختانه توپ به شهرت عمر برخورده از نیمه میدان خوجندیان بیرون می‌شود، ولی در حالت غیر بازی بازیگر رقم پنجم آنها بختیار خمبر بود. با توپ احسان یلداشف از نزد پای احسان یلداشف محافظتگران مهمانان توپ را زده از میدان بیرون کردند و حالا انور نارقلوف توپ را با دستش به باز می‌دارد. با توپ احسان یلداشف در احاطه دو نفر حریفان بود، ولی پس از با پای احسان برخوردن توپ از میدان بیرون شود و مهمانان توپ را به باز درآوردند. این چند لحظه با افضلیت مهمانان گذشته شده است. ضربه نسیم براتوف توپ را ماهرانه داشته فخردین شریپوف توپ را به انعام جان هوا می‌دهد. توپ دوستان عزیز، من که حالا توپ در این میدان است، من شما را از لحظه های قلای استفاده کرده با هیئت فوتبالبازانی به میدان برآمده شناس میکنم. انور نارقلوف ولی توپ از میدان بیرون شد. فوتبالبازان دسته پختکار در هیئت زیرین امروز برآمده دارند. دروازه‌بان پاول بوگالوف، رقم چهارم مراد علیف، رقم هشتم نیکولای شیرشوف، رقم سوم رستم شایمردانوف، رقم یازدهم صابر خادیچف، رقم دوم نومان نورماتوف، رقم ششم آتابک پیرماتوف، رقم هفتم الکساندر خواستونوف، رقم پنجم بختیار قنبرالیف، رقم نهم اندرسون، رقم دهم ایگور شکویرین، کاپیتان دسته. پرزیدنت دسته پختکار حاکم شهر تاشکند ناظم ناصرش طولگانوف. من حالا باز صاحبان میدان از یک امکانات قلای استفاده کردن نتوانستند. رئیس کلوب فوتبال پختکار جانشین اول حاکم شهر تاشکند روشن فیض‌اللهیف، سردار دسته ترینر شایسته جمهوری ازبکستان اسکر طالب جانوف، سرترینر ویگا دسیلوا، ترینران استادان ورزش احمد عبیداللهیف و تیوره شایمردانوف. فوتبالبازان خوجندی در واخوری امروزه با چنین هیئت برآمده دارند. دروازه‌بان نسیم براتوف، رقم دوم انور شوکوروف، رقم سوم شهرت عمروف، رقم چهارم طالب عثمانوف، رقم پنجم فخردین شریفوف کاپیتان دسته، رقم بیستم روشن مروفیف، رقم هجدهم جامی خان محیدینوف. در قسم اول بازی تحت رقم هشتم شریف زیایف برآمد کرد. در قسم دوم او را انعام جان کریم جان عوض نمود. در قسم دوم کریم جانوف حالا هنرنمایی دارد. رقم نهم انور نارقلوف، رقم دهم احسان یلداشف، رقم یازدهم مامور بیگ نظرف. من حالا با صاحبان میدان از یک امکانات قلای استفاده کردن نتوانستند. رئیس ولایت لیلیناباد قاسم جان رهبرج قاسموف، سردار دسته رستم جان مروفیف، ترینر شایسته جمهوری تاجیکستان ولادیمیر یژورف، ترینر نیازعلی باباخانوف. داوران واخوری امروزه
داور در میدان علابردی سپایف، یاردمچان داور محمد محمدوف و گیلدی اویزوف. هر سه از جمهوری برادری ترکمنستان، داور احتیاطی ایلدر رمضانوف، داور ناظر رفری فیفا الکساندر کولاکوف از جمهوری قزاقستان. دوستان عزیز، دیرگاه ورزشگاه اسپارتاک اینقدر مخلصان زیاد را ندیده بود. بیشتر از 7000 نفر مخلصان با تماشای این بازی دو دسته بهترین جمهوری ازبکستان و تاجیکستان به ورزشگاه اسپارتاک جمع آمدند و به ورزشگاه آمده آنها خطا نکردند. بازی حریفان به هم دیگر سزاوار را تماشا میکنند. من حالا بیشتر از 60 دقیقه بازی گذشته است ولی حساب هنوز کشاده نشده است. 0-0. در نیمه میدان مهمانان قایدی بازی را ویران نمود. فخرالدین توپ را به میدانچه جریمه هوا داد ولی من حالا نسبت صاحبان میدان نسبت احسان یلداشف مهمانان دغلانه بازی کردند و حالا خوجندیان حقوق پیدا نمودند که به سوی دروازه مهمانان که آن را پاویل بوگالوف حمایه میکند توپی جریمه بزنند. فوتبالبازان خوجندی برای زدن توپ جریمه‌ای تیار می‌بینند. در نزد توپ احسان یلداشف، فخرالدین شریفوف و انور نارقولوف. باید گفت که دیروز بین دسته‌های خوجند و دسته منتخب ولایت لنگاباد بازی رفیقانه برگزار گردید. قریب از همین مسافه انور نارقولوف خیلی هم ضربه خوب زده حساب را فوتبالبازان خوجندی نهایت شدند. پس از ضربه جریمه‌ای انور نارقولوف توپ به پهلوچوی دروازه رسید و توپی برگشته اولین شده جامی خان محیدین رسیده گرفت و توپ را داخل دروازه نمود. این گل اولین در واخور امروز می باشد. امینم که فوتبالبازان خوجندی این گل را زیاد میکنند و در واخور امروز البته صاحب غلبه می شوند. مؤلفی گل اولین جامی خان محیدینوف. من حالا جامی خان محیدینوف قایده بازی را ویران نمود و بازیگری پنجم مهمانان بختیار قنبرعلیف به سوی میدانچه خوجندیان توپ را حواله کرد ولی محافظتگران ما توپ را زده از میدان بیرون نمودند. بختیار قنبرعلیف توپ را با دستش به میدانچه جریمه‌ای سخت هوا داد. شهرت عمرov توپ را زده دور کرد. با توپ مامور بیگ نظرov باز با توپ سایی می شود. انور نارقولوف با میدانچه جریمه‌ای هوا داد. با میدانچه جریمه‌ای هوا داد. توپ در نیمه میدان. مهمانان برای برابر نمودن حساب کوشش زیاد به خرج برده شدند و به هجوم برخوار گذاشتند. توپ را به میدانچه جریمه‌ای هوا دادند. من حالا پس از ضربه بازیگری رقم 8 آنها نیکولای شیرشوف توپ از میدان بیرون شد. من دروازه‌بان خوجندیان نسیم براتوف حالا از نزد دروازه خود توپ را به باز می‌دارد. جامی خان محیدینوف زد رقم 8. رقم
paxtakor bozingari yaz kardı şu. Bajoy Nurmon Nurmatov rakam ediyor. Bu maydon Azamat Abdurahimov boromat. این فوتبالباز فرزند سابقه‌دار نامدار ازبکستان برادر عبدالرحیمov میباشد. من حالا در هیئت دسته مهمانان بازیگر عوض کرده شد. به جای نومان نورماتوف که تحت رقم دوم برآمد میکرد، به میدان تحت رقم 14 عظمت عبدالرحیمov برآمد. عظمت عبدالرحیمov فرزند سابق فوتبالباز نامدار دسته پختکار، عضو دسته منتخب سابق اتحاد شوروی برادر عبدالرحیمov می باشد. من حالا نسبت یکی از بازیگران دسته خوجند نسبت انور نارقلوف مهمانان دغلانه بازی کردند و داوری واخوری امروزه علابردی سپایف با احسان یلداشف و نیکلای شیرشوف ورقی زرد نشان میدهد. یعنی احسان یلداشف و نیکلای شیرشوف از طرف داور آگاهانده شدند. در صورت تکرار نمودن دغلیشان از میدان رانده می شوند. باید گفت که در واخوری چنین رسمی بین الخلقی دسته ها می توانند 3 نفری بازیگری خود را عوض نمایند. پس از من حالا با انور نارقلوف دکتری دسته عبداللطیف عالموف یاری تجلی طبی میرساند. باید بگم که از مرحله دوم چمپیون مملکت 3 دور گذشت و فوتبالبازان خوجندی 3 بازی گذراندند. آنها با دسته ورزابی دوشنبه به این واخوری با بعضی سبب ها رفتن نتوانستند. از این رو به فوتبالبازان خوجندی با حساب 3-0 باخت اعلام کرده شد. سپس خوجندیان در ورزشگاه به نام کیروی شهر چکالف با دسته ریگری شهر ترسزاده قوا آزموده بازی را با حساب 0-0 مساوی انجام دادند. هفتم اوگوست باشد فوتبالبازان خوجندی در ناحیه باختر با دسته بختیار قوا آزموده با حساب 3-0 دست بالا شدند و مقدار عمومی خالهایشان را به 23 عدد رسانده همان موقع سوم را در جدول چمپیونات اشغال میکنند. نیکولای پاویل بوگالوف توپ گرفت و هجوم نوبتی میمانان وضعیت خفناک ولی داور اشاره میکند که طالب کریموف طالب عثمانوف توپ را با دستش داشت و از این رو به طالب عثمانوف نیز ورقی زرد نشان میدهد و همچنین به سوی دروازه خوجندیان از مسافه 18-19 متر توپ آزاد تعیین میکند. البته این وضعیت خفناک است. فوتبالبازان دسته پختکار که در هیئت آنها چند نفر اعضایان دسته منتخب برآمد میکنند در زدن چنین توپ‌های جریمه‌ای خیلی ماهر گشتند. برای زدن توپ جریمه‌ای عظمت عبدالرحیمov تیاری می‌بیند. عظمت عبدالرحیمov ضربه توپ را نسیم براتوف داشته میگیرد. آفرین نسیم. جامی خان محیدینوف برای سزار شدن به توپ مبارزه بود ولی او در احاطه 3 نفر محافظتگران بود. از این رو توپ را از دست داد. داور من در این لحظه ها کمی به سرعت بازی خلل می رساند. داور در میدان علابردی سپایف از جمهوری ترکمنستان نیکلای شیرشوف ولی روشن مرافیف توپ را نصیب خود میگرداند. جامی خان به توپ رسیدن نمیتواند. توپ در نیمه میدان مهمانان برادر عظمت عبدالرحیمov در احاطه طالب
وضعیت خفناک. همانا هجومی مهمانان دوام دارد. انور نارقولوف و عظمت عبدالرحیموف. کو بینیم کی غالی میاد. انور، آفرین انور، آفرین. جامی خان با میدانچه جرموی نزدیک بشود. مانا گالی دویم واردی دروازه می شود، ولی پس از ضربه مامور بیگ نظرف ولی داوری برجی محمدوف اشاره می کند که مامور بیگ نظرف در حالت غیری بازی است. به نظر ما این گالی حق و حلال بود. انور ماهرانه توپ را به مامور بیگ نظرف روان کرد، ولی افسوس که این توپ را داوران حساب نکردند. گل دوم به وجدان داوران حواله کرده می شود. هجوم مهمانان دوام دارد. توپ پس از ضربه بختیار قنبرعلیف از میدان بیرون می شود. تا انجام بازی همگی 15 دقیقه وقت مانده است. حساب 1-0 در صف پیش فوتبال بازان خوجندی. نسیم براتوف از نزدیک دروازه خود حالا سراسیمه شده توپ را به باز می‌دارد. توپ در نیمه میدان، ولی بیشتری فوتبال بازان خوجندی در قسم پیش در صف هجوم مامور بیگ نظرف و جامی خان محیدینوف دیگر همه در نیمه میدان خود با محافظت گذاشتند. به فکر من حالا برای به مزاد گذاشتن بر وقت است. باید که حساب را زیاد کرد، برای این بیشتر هجوم کرد. مهمانان برای برابر نمودن حساب کوشش دارند. فخردین شریفوف جامی خان یکی را فریب میدهد، ولی انور شکوروف میتوانست که توپ را خود اداره کرده به سراسیمگی به یگان حریفش روان کند. هجوم مهمانان از سمت راست میدان مراد علیف اندرسون ضربه زد، ولی توپ به پای بازیگران خوجندی برخورده از نصیب روشن مرافی می شود، ولی جامی خان که در احاطه 2 نفر بود به توپ رسیده نمی تواند. حالا روشن مرافیف سراسیمه شده توپ را با دستش از نیمه میدان به باز می‌دارد. در هیئت دسته مهمانان برای به بازی برآمدن بازیگر آنها تحت رقم 15 نظر تیاری می‌بیند و ما می‌بینیم که ارکین نظرف که را عوض می‌کند. هجوم مهمانان طالب عثمانوف توپ را از میدان زده بیرون می‌کند و حالا نیکولای شیرشوف برای توپ برجی زدن آماده می شود. وضعیت خفناک. ضربه. من حالا پس از ضربه از نقطه 11 متره یکی از بازیگران دسته پختکار با سرش به سوی دروازه ضربه سخت، ولی افسوس که توپ ولی خوشبختانه، نه اینکه افسوس بلکه خوشبختانه توپ از میدان بیرون شد. ارکین نظرف یکی از بازیگران خود را عوض نمود که
بازیگری رقم 4 خود مراد الیف را عوض نمود. در کنار بازیگری است با جای مراد الیف رقم 4 با میدان تحت رقم 15 یکی نظر کنند. بختیار قنبرعلیف باز با توپ بختیار قنبرعلیف در نیمه میدان خود توپ باز از میدان بیرون می شود و حالا بختیار قنبرعلیف توپ را با دستش به باز می رود و سخت توپ را به نیمه میدان خوجندیان حواله می کند. این ظرف که چندی پیش مراد الیف را عوض نموده بود بس دروازه خوجندیان ضربه سخت زد. من نهایت اندرسون به مقصد خود نائل شد. اندرسون را محافظتچیان خوجندیان اداره کرده نتوانستند. همگی 10 دقیقه پیش از انجام بازی اندرسون با سرش از مسافه نزدیک توپ را زده حساب را برابر کرد 1-1. افسوس که فوتبالبازان خوجندی حسابی غلبه آور را نگاه داشته نتوانستند ولی تا انجام بازی باز 10 دقیقه در وقت است و آنها امکان دارند که حسابی بازی را زیاد نمایند. چند لحظه پیشتر ما گفته بودیم که بیشتری فوتبالبازان به خط محافظت گذاشتند و در خط پیش تنها مامور بیگ نظرف و جامی خان محیدین بودند و خلاص. من نتیجه با محافظت گذاشتن با چی انجام یافت؟ روشن مرافیف توپ را به میدانچه جرموی روان می کند. من کسی به توپ رسیده نمی تواند و توپ بی ممانعت نصیب دروازه‌بان پختکار پاویل بوگالوف می شود. اندرسون در حالت غیر بازی بود. باید گفت که اندرسون شهروندی برزیل است و سال روان اولین مرتبه در هیئت دسته پختکار برآمد می کند. همچنین سرترینر دسته پختکار ویگا دا سیلوا شهروندی برزیل است. من حالا توپ از نزد محافظتگران مهمانان از میدان بیرون شد و انور نارقلوف توپی برجی میزند. توپ را به فخرالدین شریف فوا داد. با توپ انور توپ را به شهرت عمر روان می کند ولی به روشن مرافیف امکان ندادند که به سوی دروازه ضربه سخت زند و قاعده بازی را ویران نمودند. در هیئت دسته خوجندیان برای به بازی برآمدن تحت رقم 17 نرزالله غیاسف تیاری می‌بیند. نرزالله غیاسف ضربه انور نارقلوف افسوس باز افسوس میخوریم. همه گمان داشتیم که گل دویم واردی دروازه شد. انور نارقلوف چون دفعه پیشینه ضربه سخت زد و چون دفعه پیشینه به بالاچوبی دروازه برخورد ولی ضربه هم دسته انور به از طرف چپ میدان داخلی دروازه. افسوس امکانات قلعه را از دست دادند. در هیئت دسته خوجندیان به جای مامور بیگ نظرف تحت رقم 17 نرزالله غیاسف برآمد. انور نارقلوف قاعده بازی را ویران کرد. با این هشتگ های خود الابرده سپایف بر روحی فوتبالبازان تاثیر می رساند و تاثیر خود را الکی رساند. احسان یلداشف ولی از خود توپ را دور پرتافت و از این رو توپ را مهمانان زده از میدان بیرون کردند.
طالبجان عثمانوف با آتاب احسان یلداشف، ولی دروازه‌بان پاویل بوگالوف توپ را داشته میگیرد و توپ را سخت به نیمه میدانی خوجندیان میزند. طالب عثمانوف، شهرت عمر فخرالدین شریفوف یکی را فریب میدهد، از دومین گذشته نمیتواند، زیرا که محافظتگران میهمانان بازیگر ششم آنها آتابک پیرماتوف قاعده بازی را ویران میکند. البته از چنین مسافه به دروازه چنین دروازه‌بان بوگالوف زدن گل کاری دشوار است، ولی به هر حال انور نارکولوف برای زدن توپ تیاری می‌بیند. ضربه، ولی از پهلوچوب دروازه بیرون می‌شود. چند لحظه های فوتبالبازان خوجندی کمی مانده شدند و از این رو به سوی دروازه سستر گشت. البته فوتبالبازان دسته تجربه بای دارند. ماه دکبر سال در شهر بانکوک تایلند بازی های 13 دولت های آسیا برگزار می گردد. دسته منتخب جمهوری ازبکستان که در هیئت آن فوتبالبازان دسته پختکار نیز کم نیستند، چون غالب بازی گذشته در آن اشتراک می ورزند. از 12 تا 18 آگوست سال جاری باشد دسته منتخب ازبکستان به تایلند سفر کرده چند واخوری رفیقانه از جمله با دسته منتخب تایلند گذراند. در این سفر در هیئت دسته جمهوری ازبکستان بازیگران دسته پختکار تاشکند از جمله دروازه‌بان پاویل بوگالوف، حمایتچیان رستم شاهی مردانوف، بختیار قنبرالیف، حمایتگران الکساندر خواستونوف، نیکولای شیرشوف، آتابک پیرماتوف، میرجلال قاسیموف، ایگور شکویرین، اندری اکاپیانس، دیلمراد نظرف برآمد کردند. ولی من دسته منتخب ازبکستان را سرترینر دسته پختکار اوبیراجا ویگا دا سیلوا سروری می نماید. باید گفت که در هیئت دسته منتخب ازبکستان 5 نفر بازیگران دسته نوبهاری نمایندگان حریفان سال گذشته خوجندیان نیز هنرنمایی میکنند. طالب عثمانوف توپ را سخت به انعامجان کریمجانوف هوا میدهد. رستم معروفی، ولی افسوس که احسان یلداش به توپ رسیدن نمیتواند. با توپ عظمت عبدالرحیموف، به توپ اندرسون صاحب می شود. انور شکوروف با او برای توپ تلاش می ورزد. شیرشوف ضربه زد ولی توپ از میدان بیرون شد. دوستان عزیز، مخلصان سابقه دار در یاد دارند که 11 آگوست سال 1979 وقتی از تاشکند به مینسک پرواز کردند، در فضای دنیپرودزرژینسک در دهه کوریلوفکا هواپیمای تو 134 که فوتبالبازان دسته پختکار را به باز می برد به صدمه هوایی دچار شد. من باز یک امکانات قلعی را استفاده کردن نتوانستند. در این صدمه 17 نفر مربی و ورزشگران دسته پختکار که بین آنها اعضایان دسته منتخب اتحاد شوروی، استادان ورزش درجه بین خلقی میخائیل آن، ولادیمیر فیودروف، استادان ورزش با توپ اندرسون توپ را روشن زده دور میکند. توپ از بیرون شد. استادان ورزش کنستانتین بکانوف، الکساندر کرچیانوف، ولادیمیر مکاروف، سرگئی پاکاتیلوف، شهرت اشبتایف و دیگران بودند به هلاکت رسیدند. خاطره فوتبالبازان هلاک شده را
در جمهوری ازبکستان پاس می‌دارند و هر سال در جمهوری با یادبود آنها فوتبالبازان دسته پختکار تحت عنوان پختکار 79 مسابقه فوتبالبازان گذرانده می شود. من حالا انور نارقولوف به میدانچه جرموی داخل شد ولی افسوس که به توپ احسان رسیدن نتوانست. احسان اگر به توپ صاحب می شد گل دوم ناگزیر بود ولی افسوس انور نارقولوف حالا با دستش توپ را به احسان روان می کند. احسان در احاطه دو نفر بازیگران توپ را به میدانچه جرموی هوا داد. با توپ انور نارقولوف توپ از میدان بیرون می شود. با توپ احسان یلداشف باز توپ از میدان بیرون می شود. پس از ضربه بختیار قنبرعلیف من دو نفر فخرالدین شریفوف و احسان یلداشف توپ را داشته نتوانستند. روشن نیست توپ را از دست داد ولی جامی خان با میدانچه جرموی داخل شد ولی جامی خان می توانست که توپ را باز اداره کند به سوی دروازه نزدیکتر شود و ضربه انیقتر زند ولی وی به سراسیمگی راه داد. در نتیجه توپ از میدان بیرون شد. روشن مرافیف همچنین جامی خان محیدینوف لط خوردند. با آنها یاری تعجیلی طبی رسانده می شود. تا انجام بازی دقیقه کم باقی مانده است. حساب 1-1. خاطر رسان میکنیم که از دسته خوجندیان گل را جامی خان محیدینوف و از دسته پختکار اندرسون به نشان رساندند. باید گفت که باخوری جوابی حریفان امروزه 18 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی پختکاری شهر تاشکند صورت میگیرد. توپ را روشن مرافیف سخت زده از میدان بیرون میکند و حالا شکویرین این کار را به الکساندر خوانستنوف حواله میکند. خوانستنوف توپ را با دستش به بازی می‌دارد. ایرکین نظارف اندر شکوروف توپ را دور کرد ولی باز به توپ مهمانان صاحب میشوند. ضربه آنها ناانیق بود. توپ را نسیم برات داشته میگیرد. جامی خان ولی نسبت جامی خان دغلانه بازی کردند. او میتوانست که وضعیت خفناک را در نزد دروازه مهمانان به عمل آورد. من از نقطه مراتب سوم است که فوتبالبازان خوجندی توپ جرموی میزنند. حق حدیث تا 3 مراتب است میگویند و دفعه سوم کو ببینیم. این ضربه را انور نارقولوف میزند چون دفعه پیشینه با چی انجام یابد. ولی افسوس که انور خود ضربه نزد. توپ را به نرزولا غیاسوف هوا داد ولی ضربه نرزولا به یکی از محافظتگران مهمانان برخورده از میدان بیرون شد. باز توپ از میدان بیرون شد. من راستی گپ را گویم شماره توپ های برجی فوتبالبازان خوجندی را که خیلی زیاد بود در واخور امروزه گم کردم و جریمه نوبتی 11 متر جریمه توپ برجی به سوی دروازه مهمانان طالب عثمانوف
равшан марофиев боз бо то'п толиб усмонов to'pро вале to'pро ба майдончаи ҷарбавӣ равон кард. Андерсон ин бозингари хеле моҳир аст. якбора ҳам Азамат Абдурахимов ва ҳам Игор Шкверин дар ҳолати ғайрибозӣ буданд. довар ишора мекунад ки Андерсон соҳибони майдон қоиди бозиро вайрон намуданд ва аз ин рӯ меҳмонон ҳуқуқ пайдо намуданд ки аз нуқтаи мобайни майдон тӯби озод зананд. мана ҳоло бар лавозони хуҷандӣ хандид. пас аз зарбаи Андерсон Насим Баротов баргашта хушбахтона бозигари дигари дастаи пахта расида натавонист. эҳсон юлдошев Анвар ҷомихон ба тӯб расида расид вале тӯбро ба ҳам партофта натавонист. ҳамлаҳои меҳмонон Азамат Абдурахимов Шкверин Игор Шкверин боз бо тӯб Азамат Абдурахимов ин эҳсон юлдошев вале Фахриддин Шарипов зарба зад вале тӯп хато хӯрд, ба нишон нарасид, аз майдон берун шуд. ки Фахриддин метавонист тӯбро боз каме идора кунад, мавқеъи қуллатайро интихоб намояд ва зарбаи нишонрас занад. Otabek Pirmatov, Anvar Norqulov. Дар вохӯри имрӯза Анвар Норқулов хеле ҳам хуб бозӣ кард. мана Толиб Усмонов дар вазъияти оддӣ, мана дар ҳамин ҷо садои хуштаки довари вохӯри имрӯза Алаберди аз ҷумҳурии Туркманистон футболбозонро огоҳ. мо низ با همین گزارشمان را از ورزش سپارتاک به انجام می‌رسانیم. همین را خاطررسانی می‌کنیم که واخوری امروزه